وقت شما بخیر. یکی از خطراتی که شخصیت یک شاگرد مسیح رو دائم در معرض هجوم قرار میده همون مطلبی هستش که ماکیاولی، این سیاستمدار و فیلسوف و تاریخ نگار زمان رنسانس، در کتاب معروفش که شهریار باشه روش انگشت میذاره و با لحنی بسیار رک، بسیار صریح و همینطور بسیار بیرحمانه این حقیقت تلخو به صورت ما انسانها میکوبه. ماکیاولی میگه انسانها بیشتر از آن که به اخلاقیات وفادار باشند به منافع خودشون وفادارند و ما این حقیقت تلخو اونقدر در صحنه اجتماعیمون، اونقدر حتی در صحنه مسیحیمون دیدیم که دیگه واسمون عادی شده، باهاش کنار اومدیم، اجازه دادیم که این حقیقت تلخ مثل جذام بر پوست و گوشت شخصیت مسیحیمون بشینه و بخوره و از بین ببردش. شعارهای زیبا دائم داده میشه، اما وقتی شرایط تغییر میکنه میبینیم که حرف با عمل یکی نیست. چه واقعیت تلخی هستش و آدم مات میمونه که چه باید بکنه. اینو گفتم یاد فیلم لیست شیندلر افتادم که نمونه‌ای بسیار زنده از این تضاده. اسکار شیندلر اولش تاجری بود که فقط به دنبال پول و منفعت شخصیش بود، اما وقتی چشماش باز میشه و حقیقت ظلم و بی‌عدالتی رو میبینه تصمیم میگیره خلاف جریان منفعت طلبی عمل کنه. او ثروتش و مقامش رو فدا میکنه که جون صدها یهودی رو نجات بده. میدونید بیشترین جایی که تو این فیلم به دلم نشست کدوم صحنه بود؟ صحنه پایانیش. شیندلر در حالی که به حلقه ازدواجش که از طلا بود نگاه میکنه با گریه میگه با این میتونستم بیشتر نجات بدم. این جمله نشون میده که وقتی انسان حقیقت رو میبینه دیگه به منفعت خودش فکر نمیکنه، بلکه به ارزش جون دیگران فکر میکنه. همشاگردی های عزیزم، این تصویر به ما یادآور میشه که قدرت واقعی از دیدن حقیقت آغاز میشه. عوض شدگی با دیدن حقیقت آغاز میشه، حقیقتی که فراتر از منفعت شخصی هستش. در فیلیپیان ببینید پولس به ما شاگردان چی میگه؟ پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود، که چون به صورت خدا بود با خدا برابر بودن رو غنیمت نشمرد، بهش دو دستی نچسبید، لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد خود را فروتن ساخت و تا به مرگ، بلکه تا به مرگ صلیب مطیع گردید. بله عزیزانم، در این دنیایی که بسیاری فقط به دنبال سود شخصیشونند، دعوت من و شما اینه که فکر مسیح رو داشته باشیم و نگاهمون رو بر حقیقتی بذاریم که تغییر نمی‌کنه، روی وفاداری مسیح، روی محبت مسیح. اگه اینطور بکنیم جذام منفعت طلبی رو از شخصیت مسیحیمون پاک خواهیم کرد و نوری واقعی از وفاداری و محبت مسیح خواهیم بود. شاید نتونیم مثل شیندلر همه رو نجات بدیم، اما میتونیم برای یه نفر امید باشیم، برای یه نفر برکت باشیم،
تشویق باشید، به دیسیپلین فیض ادامه بدید.